یکی از علتهایی که میخوایم توبه بکنیم ولی نمیتونیم توبه بکنیم به خاطر که از دوستان بد جدا نمیشیم، از جمع بد که ما را وادار میکنن و ارادهشون از ما ضعیفتره جدا نمیشیم. در نتیجه میخوام توبه بکنیم، دلمونم میخواد توبه بکنیم، از این حالت و وضعیتمونم داریم رنج میبریم، ولی چون جدا نمیشیم به جمع خوبان ملحق نمیشیم. داستان اون شخصی که در قوم بنی اسرائیل 99 نفر رو کشت، بعد رفت دنبال توبه، به یکی گفت که من چنین کاری کردم، آیا توبه من پذیرفته میشه؟ گفت نه، تو 99 نفر کشتی. گفت اگر نمیشه حالا آب از سر انسان که رد شد، چه یک وجب باشه چه 100 متر باشه، تو هم نباشید. بعد رفت پیش یک انسان آگاه و مطلعی، گفت چرا توبت قبول نمیشه؟ کسی نمیتونه مانع تو توبت باشه، مانع تو خدا باشه، فقط یه شرط داره، تو ارادت ضعیف شده از بس که تو جمع بدان قرار گرفتید و موندید. همیشه اونها تو رو وادار میکنن چه؟ به گناه. اونها از تو ضعیفتر، تو هم از اونها ضعیفتر. تو واقعا اگر میخوای توبه بکنید، الله توبه پذیره، فقط شرطش اینه که کوله بار تو بردارید از شهر بدان و انسانها و جمعی که ضعف اراده دارن، عادت به گناه کردن، گناه جزو خصلتشون شده و توبه شکنی میکنن. تو از این جمع بری بیرون. آدرس بهش داد که اونجا یک روستایی هستن، اونها جمع مؤمنینن، انسانهای با خدا و با تقوا و خدا ترس و آگاه و بیدار. فقط شرطش اینه که تو برید به اون جمع ملحق بشید. اینم که در توبهش صادق بود، کوله بارشو برداشت، از این جمع بدان که ضعف اراده درش تضریب کرده بودن رفت به جمع خوبان. در وسط راه مرد، اجلش رسید، مرد. نهایتش فیصله شد که این شخص به اون شهری که خوبانن یه مقداری نزدیکتره، حالا شاید یک ذراع باشه یا یک وجب باشه. فیصله شد که خداوند اونو رحم کرده. چرا؟ چون که قصد رسیدن به انسانهای خوب، قصد خوبی داشت و از بدی نفرت و احساس بیزاری کرد و حرکت کرد. حرکت خیلی مهمه. این آقا حتی یک سجده هم فرصت نکرد برای خدا بکنه، فقط دلش عوض شد و حرکتش به طرف خوبان شد. خیلی وقتا عمل هم مهم نیست، مهم که دل انسان حرکت بکنه. یک سجده هم برای خدا فرصت نکرد که سجده بکنه، اما با توبه نصوح خالص دنبال انسانهای خوب رفت که به صاحب نفس مطمئنه تبدیل بشود. پس نفس لوامه نفسی است که خودشو سرزنش میکنه بر فوات کار خیر و انجام کار شر. این اگر که خودشو سرزنش بکنه اما از جمعی که ضعف اراده دارن و گناه میکنن خودشو جدا نکنه، همیشه صاحب همین نفس میماند و خدای ناکرده شاید منتقل بشود به چی؟ به نفس اماره دیگه. وقتی گناه از لذت تبدیل به عادت شد خیلی خطرناکه. دیگه گناه در انسان ریشه میدواند، دیگه به مرور زمان حتی خودشو سرزنش هم نمی کنه، دیگه حتی نمیگه کان الله غفور الرحیم، همینش هم دیگه